بچه‌های قدیم. من یادمه ما بچه که بودیم یه بزرگتری اگه به ما یه حرف زشتی میزد، فحش چیزی میداد، کف دستامون رو نشونش میدادیم، گفتیم آینه هر چی میگی به خودت باشه. بچه‌های امروزی یه چی بهشون میگی در جواب چیزهایی بهت میگن معنیش باید بری از بابات بپرسی. بچه‌ها عوض شدن. از خودمون شیوه های جدید ابداع میکنیم. دوستی میگه به این داداش کوچیکم یاد داده بودم وقتی دستشویی داره نگه جیش دارم زشته، بگی من میخوام بخونم. رمز باشه بین من و اون. مدتی به همین منوال گذشت. شب این دایی ما از شهرستان شب مهمون ما بود. اتاق داداش کوچیکم هم خوابید. نصفه های شب میگفت داداش کوچیک دایی ما از خواب بیدار، دایی میخوام بخونم. دایی از همه جا بی خبر ما گفته بود دایی جان نصف شبی همه خوابن، حالا اشکال نداره آروم بیا در گوش خودم بخون. خلاصه میگه اون خونت گوش بیشتر از 8 ماه دوام نیاره. خدا رفت خدا